السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسیار برادرها، از یک مسئله که مثلا باید دانسته شود و موضوع قرآنی هست باید آگاهی داشته باشند و شاید دیگر استادها هم گفته باشند. مختصرا برای شما باید بیان میکنیم که درباره ایمان داشتن بر یعنی کره شکل بودن زمین. بسیاری کسایی هست که مثلا مکتب خواندن یا از دعوات و ترغیبات و تشویقات مثلا یهودی ها یا نصرانی ها یا عالم کفر متأثر هستند، به این عقیده که زمین گویا که کره شکل است به مثل توپ یا به مثل ترباز یا دیگر چیزهایی که کره شکل هستند، دایره شکل هستند و گویا که تاب میخوره و حرکت میکنه. اینها کاملا خلاف قرآن هستند و خلاف احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اولی اینکه برادر عزیز زمین حرکت نمیکنه، چون حدیث صحیح هست و آیه های قرآن هست که الله میفرماید ما کوهها را میخهای زمین آفریدیم به خاطر که حرکت نکنن. الله تعالی در قرآن میفرماید که زمین ما قرار کردیم، قرار دادیم، زمین حرکت نمیکنه و زمین تاب هم نمیخوره، نه به طرف راست نه به طرف چپ، نه گرد و گرد همدیگر و دیگر چیزها. برادر سوال دادن که آیا سایه زمین آخه گرفتن ماهتاب یا گرفتن آفتاب حق است یا نیست است؟ حق است، راست است. و کسایی که میگن سایه زمین است به همین عقیده هستند که زمین تاب میخوره و زمین خلاصه بسیار چیزهای دیگه. قرآن کریم ما و شما را میفرماید که الله تعالی میفرماید درباره پهن بودن زمین که الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. الله تعالی میفرماید که والى الارض و به سوی زمین و یا نمیبینن که سطحت یعنی سطح هست، پهن هست، هموار هست، زمین هموار است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بیت المعمور در آسمان هفتم در مقابل بیت الله هست که اگر بیت المعمور بیفته در بالای بیت الله میافته. یعنی از این حدیث دو چیز ثابت است که یکی زمین تاب نمیخوره و یکی زمین چی است حرکت نمیکنه. فهمو؟ و زمین فرش است. والارض فرشناها فنعم الماهدون. الله میفرماید ما زمین فرش خلق کرده هستیم، فرش خلق کردیم. یا در سوره شمس میفرماید دحاها. مفسرین میفرماید دحاها یعنی پهن کردن، یعنی سفره به مثل سفره و مثل دسترخوان زمین پهن است. عقیده قرآنی، عقیده احادیث پیامبر از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، عقیده اهل سنت و الجماعه همین هست که زمین قرار هست، زمین حرکت نمیکنه و تمام چیزهایی که هست در اطراف زمین حرکت میکنن. آفتاب، ماهتاب، ستاره ها، اینها همه در اطراف زمین میگردند و زمین از همه اینها بزرگ است. زمین از آفتاب هم کلان است، از ماهتاب هم کلان است، از ستاره هم، از همش. درباره زمین معلومات هایی که از طرف کفار است 99% دروغ است. فهمو؟ اینها دروغ میگن، اینها از آسمان یکم بالا شده نمیتونن. الله تعالی میفرماید ما ستاره ها را آفریدیم برای سه چیز: یکی برای زینت آسمان، دوم برای حفاظت آسمان و سوم برای راهنمایی شما. یکی از مسئولیت ستاره ها حفاظت آسمان است، حفاظت آسمان ها از داخل شدن شیاطین، نمیگذارن که کسی داخل شود. فهمه؟ اینها دروغ میگن که بالای مهتاب رفتیم و بالای ستاره ها رفتیم و ستاره پیدا کردیم و زمین پیدا کردیم و مهتاب ای است او است. والله بالله تالله دروغ میگن، همش دروغ است و این شما باور نداشته باشه. یگانه کسی که از آفتاب و مهتاب و خلاصه از 7 طبق آسمان بالا رفت او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و بس. او هم به اجازه الله، او هم به اراده الله،
او هم به خواهش الله، او هم به امر الله از پیش خودش نرفت. فاما زمین پهن است، زمین کره شکل نیست، زمین هموار است و زمین حرکت نمیکنه و آفتاب و مهتاب و ستاره ها در اطراف زمین حرکت میکنن. این عقیده قرآنی است، این عقیده اهل سنت و الجماعه است. جزاکم الله خیرا.